سلام دوستان، در این ویدیو میخوایم به سایت ولکام کورپس مراجعه کرده و به طور دقیق و مشخص برنامه اسپانسر خصوصی آمریکا رو بررسی کنیم. قبل از آن لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و در این ویدیو با ما همراه باشید. بررسی شرایط با آدرس سایت welcomecorps.org میریم تا ببینیم شرایط برنامه ولکام کورپس به چه صورته. صفحه اصلی سایت برای ما باز شد و میتونیم ببینیم که در بالای صفحه نوشته برنامه ولکام کورپس گسترش داده شد و همکنون شما از آخر این ماه میتونید پناهندگانی رو که میشناسید از قبل برای باز اسکان اونها از طریق برنامه 5 اسپانسر اقدام کنید. در این قسمت از صفحه لینکی وجود داره، همونطور که روی صفحه میبینید این لینک Refuge Eligibility Tools که به شما امکان میده تا با رفتن و وارد کردن یک سری مشخصات از شرایط افرادی که میخواهید برای اونها برای این برنامه اقدام کنید ارزیابی انجام شود. شما میتونید با کلیک کردن روی این لینک وارد صفحه ارزیابی بشید و مشخصات پناهندگانی که می‌خواهید برای آنها اقدام کنید را وارد کنید و با بررسی شرایط ببینید آیا این افراد برای دریافت این ویزا مجاز هستند یا نه. خب همونطور که روی صفحه می‌بینید نوشته که این ابزار به شما کمک میکنه که بفهمید افرادی رو که میخواهید اسپانسر اونها بشید و از طریق برنامه ولکام کورپس وارد ایالات متحده بشن مجاز هستند یا خیر. شما با گزینه Get Start میتونید کلیک کنید و وارد صفحه بشید و مشخصات این افراد رو وارد کنید. خب زمانی که این صفحه رو کلیک میکنیم از ما یه تعداد سوال پرسیده شده. اینکه این افرادی که میخواهند، اولین سوال اینه که افرادی که میخواهند وارد ایالات متحده بشن آیا دارای یک کیس نامبر US-RAP هستند یا خیر، که شما میتونید گزینه Yes یا No رو انتخاب کنید. کسانی که کیس و در زیر اون اومده توضیح داده این کیس US-RAP یا نمره US-RAP با اون شماره پرونده UN خیلی متفاوته و این کیس های US-RAP کیس هایی هستن که از طرف خود کشور آمریکا این پرونده در بخش های ICMC به افراد داده شده و توضیح داده همونطور که میدونید روی صفحه که این شماره ها با دو تا حرف شروع میشه و تعداد ارقامی در پشت سر این شماره ها وجود داره. زمانی که شما این گزینه Yes رو وارد میکنید و Yes رو کلیک میکنید به شما پیغام میده که احتمالاً این افراد واجد شرایط برنامه ولکام کورپس هستن، میتونن ثبت نام کنن در سایت و اقدام کنن و برای این پروسه اقدام کنن. در اینجا من گزینه نو رو میزنم که سوال بعدی رو ببینم که در مورد افرادی هست که شماره پرونده SIV دارن، دوستان افغانستان که میتونن اگر دارن گزینه yes رو بزنن. سوال بعدی در مورد سن افرادی هست که ما میخواییم اسپانسر اونها بشیم که آیا بالای 18 سال هست یا خیر. و سوال بعدی در مورد کشوری هست که این افراد در روی الان در حال حاضر در اون زندگی میکنن. ما در اینجا من اومدم از این لیستی که وجود داره کشور ترکیه رو انتخاب کردم چون بیشترین کشوری هست که بیشترین پناهنده رو در خودش داره و جزء لیست محدودیت هایی هست که توی سایت قرار داده شده و بعداً در موردش بررسی میکنم در همین ویدیو و ترکیه رو انتخاب کردم. متاسفانه به ما پیغام داد که افرادی که در این کشور هستن مجاز به شرکت در این برنامه اسپانسری نیستند.
خب دوستان، من به صفحه اصلی سایت برگشتم تا شرایطی رو که برای افرادی که میخوان بر این برنامه اقدام کنند رو به طور دقیق از طریق خود سایت بررسی کنم. خب گزینه اول که ارزیابی و شایستگی ها رو میگه که روی اون کلیک میکنم و اومده گفته که ما میتونیم اسپانسر چه کسایی بشیم. گفته که این گروه 5 نفره شهروند آمریکایی یا مقیم آمریکا میتونن اسپانسر فردی بشن که به عنوان پناهنده شناخته شده و تمام شرایط تعریف شده برای پناهنده مطابق نظر دولت آمریکا رو باید داشته باشه. از لحاظ قانونی اون باید از کشور خودش خارج شده باشه، توی ایالات متحده زندگی نکنه. همچنین این افراد باید در کشوری زندگی کنند که برای دولت آمریکا قادر باشد بتواند با این افراد مصاحبه و اینترویو بگیرد. این افراد باید تا قبل از تاریخ 30 سپتامبر 2023 در سازمان ملل کشور دوم یا توسط دولت کشور دوم که در آن پناهنده هستند ثبت شده باشند. این پناهندگانی که از ملیت‌های خاصی مانند کوبان، هایتان و نیکاراگوئه هستند باید فرم‌های خاصی رو از پیشینه خودشون از قبل از تاریخ 30 سپتامبر 2023 پر کنند. و در اینجا ذکر شده بچه‌های زیر 18 سال و بچه‌های بالای 18 سال همچنین باید با خانواده خودشون به برنامه ارجاع داده بشن. همه افرادی که برای این برنامه اقدام می‌کنند باید در حال حاضر در یک کشور کنار هم زندگی کنند. کسانی که دارای شماره پرونده US-RAP از کشور آمریکا هستند و دوستان افغانستان که دارای شماره پرونده SIV از پروسه SIV هستند میتونن بدون توجه به مکان فعلی اقامت خودشون برای این پروسه اقدام کنند. در بخش آخر صلاحیت به این نکته اشاره شده که تمام افرادی که برای این پروسه اقدام میکنن باید تمام مراحل فیلترینگ دولت آمریکا رو بگذرونن تا بتونن با موفقیت به ایالات متحده باز اسکان شود. خب دوستان، برمیگردیم به صفحه اصلی و قسمت کسانی که مجاز نیستند. در اینجا اومده نوشته پناهنده هایی که در یک کشور خاصی زندگی می کنند مجاز به شرکت در این برنامه نیستند و دلایلی رو که برای اون عنوان کرده اینکه یک سری از این کشورها دارای امنیت هستند و یک سری از این کشورها با دولت آمریکا روابط دیپلماتیک ندارند و یک سری از این کشورها برای اینترویو و مصاحبه پناهنده ها قابل دسترس نیستند. خب در اینجا در سایت اومده لیست یک سری کشورها رو برای ما قرار داده که افراد پناهنده‌ای که در این کشورها زندگی می‌کنند مجاز به شرکت در برنامه ولکام کورپس نیستند. من روی این لیست کلیک کردم و کشورها رو می‌بینید. کشورهایی از جمله افغانستان، ایران، استرالیا، کانادا، آلمان و یک سری کشورهای دیگه که شما اسمشون رو روی صفحه می‌بینید. پناهنده هایی که در اونها سکونت دارن متاسفانه فعلا نمیتونن از این برنامه استفاده کنن.
در آخر این لیست نکته‌ای بیان شده که ممکنه این لیست با توجه به شرایط کشورها در آینده دچار تغییر شود.